باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم. باز میخواهم که از نو کودکی گریان شوم. بر سر زانوی مادر باز بنشینم دم، گریم و خندم سرم را سینه بنماید همه. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم بهر هر یکی شما. امروز ما جماعت شهنان در دهه آهلیکی خوشمنظره عزیزی خود هستیم. برای تبریک کردن به خانواده حفیظمک آمدیم. امروز مادر عزیزی خاندان نفیسه خاله جشن زادروز دارند. در این خاندان بزم بالای بزم است و البته فرزند عزیزشان که امروز شهرزادک زادروز دارند. از نام فرزندها پسر و دختر، کلین و دامادها، نبیره های شیرین تبریک کرده همراه شما امروز بزم زیبا را با هم می‌بینیم. با ما باشید، تیار باشید. مگر السلام علیکم مادرانی عزیز، زنبانوانی مهربان. حضور میخواهیم اگر ناراحت کرده باشیم، بی‌زاده کرده باشیم. شنیدم 2000 امروز ما بسیار سخن میگوییم، هلاک میشوید از روز دادن. امروز در این خاندانی بسیار هم پرشکوفی عبدالحفیظمک یک روزی خرسندی، زادروزی مادری عزیز و مهربان، زادروزی نفیسایتی را جشن گرفته ایستادیم و البته برایشان یک تا کرسکی بلند زنیم. اگر بعد میدارم که من در اینجا ایستادیم. مرحبا. السلام علیکم از این طرف. نفیسه خاله زادروز مبارک. نزدیکتر استید. روزی خرسندی را، روزی میلاد عمر را، تولد را مبارک باد میگوییم. امروز شما تبریک میکنیم از نام پسرها، دختری نازنین، داماد و کلین پاشاها و از دانکشم مغز شیرین اینقدر نبیره های شوخ و علاتی شما و البته از نام عبدالحفیظمک شما را تبریک میکنیم. امروز چند ساله شدیم؟ 18 ساله. خودشان نگوستین که؟ نه حالی 18 ساله. بگذار انم خیلی جوان و خرسند و خوشحال شده گرده. در چشمانتان انم خیلی اشکی شادی همیشه حلقه بنده. برای زن و مادر از همه توفه بی‌بهاترین این از طرف خداوند کریم فرزند بود است. در روز زادروزشان فرزند عزیزشان هم توفه به دنیا آمده بودن، شهرزادکانی زادروز داشتیم. امروز شما را از نام تمام فرزندان تبریک میگویم. گفتم که مادری غمخوار، مادری مونس. یک در روایتتان هست انم خیلی مادری من هستم. همان روزی که مادر را می آفرند خداوند کریم در دستشان بهشت را، جنت را تحفه می سازند و بعد از چند لحظه ها می بیایند می بینند که مادر را به فرزند، فرزند را به مادر تصور کرده نمی شود و آن فرزند آفریده خود را خداوند کریم بهر مادران می سپارند و در دست مادر در آن وقت بهشت بود. آن جنت را زیر پای خود گذاشته ما فرزندان را با آغوش مهر و محبت خود میگیرند. این است بزرگی شمایان نفیسه خاله. ما به سیمای شما تمام مادران مانند شما چنین بزرگ هستند. در وقت تولد کردن فرزند جان خود را فدا میکنند بهر فرزندان. تا هستی دنیا همیشه حضور و حلاوت فرزندان را دیده. همراهی عبدالحفیظمک عمری دراز نصیب کند. در سر فرزندها دم پیری و دولت پیری دیده گشتن نصیب کند. امروز فرزندان عزیز برایتان گفتم رسانید. خاک پایش سرمه چشم سر است، در رضایش جنت پیشی در است. بهر حرمت لایق ما کیست؟ مادر است و مادر است. شیری پاکش لذت از کوثر است، از همه شیرینی ها شیرین تر است. بعدی حق چون رازق ما کیست؟ مادر است و مادر است. هر صدایش بر دل ما جوهر است، اللهایش یک کلامی دیگر است. خوش زبان و ناطق ما کیست؟ مادر است و مادر است. امروز روز خرسندی مبارک باشد. حاضر برای شما در روی دنیا که ما خرسند هستیم از این تحفه ها سپاریدن از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است که روی دنیا تن گرفتن و البته برای شما من هم چه تحفه آماده کردیم. هر سکی بلند میزنیم میسپارم. مرحبا. مبارک باشد.
مبارک باشد. البته گلدسته های زیبا از نام ولایتان قبول کنید. مبارک باشد. مرحبا مادران شنیدان به حضور استراحت کردن. البته بعد از چند دقیقه همه رقص خرسندی میکنیم. مبارک باشد. حاضر البته نفیسه خاله خداشان میگویند که جان خواهرکم دل جان خواهرکم گفته خواهران را تکلیف میکنند. برابری نادر خاله مرحبا انیسه خاله اسینا خاله نزدیکتر استید. یک جز خانهای تبریکاتی رو یک تاشون از نام شما. نادر خاله کجا رفتن؟ حاضر خداشان گفتن که چرا گریه میکنن گفته نصیبه خاله. البته حاضر نادر خاله گفتن که چرا گریه کردن. خداشان ببینم که بیرون با رست شده گریه کردشته نه؟ اشکی شادی باشد همیشه خیر روزای خرسندی باشد. مرحبا زادروزی خواهر عزیزم با روز زادروزش تبریک و مبارکباد میکنم. با این صحت و سلامتی عمری دراز زندگی خوب میخواهم. پاچام کدی قوشه پیر شود پیری به دولت شود حضور علاوت خونه جای بلای چکش بینه همه وقت روز نیک روزی مراد بگردن روز خرسندی روزی بعداشون همیشه روزای خرسندی که دیگذره. الهی فقط خونش به توی شود توی خونه مراد خونه شود صد بدرای حضور علاوت خونه جای بلای چکش بینه. خوش آمده هم یکاتو نوری دیدت حاجی سر خوش آمده. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت استفاده برده آیتی عزیزم نفسویتیم رو با این روز زادروز تبریک و تسمیت ها میگویم. با آیتی عمری دراز رزق فراز میطلبم همه وقت خوش و خرسند گردم پاچام کتی پیر شوم و بعد از آن یاش شوم حضور نوراشون بینم. خیلی گذشتگی باشدم شب درجن شهرزاد بود. شهرزاد هم روز زادروش که تبریک میکنه کلون کتی خوشه پیر شوه حضور بچه ها شبینه ساق و سلامت گردن. هم یکاتون خوش آمده. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما. نارسیده باده در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما. زنی زنا شده هم نگاه تو خوش
آمده پوچام بگوری الهی بیا نفسه حالی پذیرم نکردیم من خودم باید تلفن کرد پوچام پذیرم بکنم سلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به این درگاه آیتملای من آیتملای ما الهی صد بدرویم پوچام کتی خوشه پیر شوند حضوری بچه یک کارشون نینور یک کارشون نبینن الهی روزه که بدشون فقط همه خیلی گذره خورسندی ها کتی دولتکی پیری تیا اختی پیر یک کارشون رحمتی کن تکلیف میکنیم مرحمت زلخمار اما به شمایم امروز روزی خورسندی است شومده نوری دیده دوچسا من امروز ینگملوم رو با این روز زادر پوشم تبریک می نمایم الهیم اکم کتی پیری به دولت شوند حضور اولادی بچه کاشون بینن عمری بیمه بینن الهی شهرزادم زنش کتی خوشه پیرشه امارت کوشه بود کنه امارت کوش با کوچه توی کنه هم یکامون توی بچه تی شهرزاد برویم الهی هم بودم خوش آمده رحمت مبارک باشد مرحمت البته از که شادی است حاضر نادره خاله بعد از 6 ساعت یا که 6.5 ساعت باز یک زادروز است در همین خاندان شما پیغام می‌رویم خاندانی انیسه خاله زادروزی کیست این فیروزه البته اوزی ما اسم تبریک کنیم احمد پیش یک تا جنس دبیت کنی خودش اکا ارزون بله همسی برای همین این بلام نمیره فیروزه بانو دوستی ما 9 سال در یک مکتب خوندیم در یک صنف همصنفی عزیزی ما قدردانی ما زادروز مبارک مانند همین خاله جان ها و نزدیکانتان یک عائله خوشبختترین را برپا کردند نامبرداری مادر و پدرتان شده گشتن نصیب کنند همیشه در روزهای خرسندی تبریک گوییم مانندی نفیسه خاله که امروز آماده تبریک کردیم شما را نیز تبریک کردن نصیب کند ببینم یک سال باشد از ما کلام شما گوییم چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو سیما در دل و در دیده باشی چو جامعه عاقلی و فرخنده باشی زادروز مبارک روزی خرسندی مبارک حاضر هیچ کس از صحنه دور نرفته من نمی شیرینی زیبا را یک جای میبریم از آن تنور میکنیم بعد از آن سخنهای کلین پاشا ها را میشنویم مرحمت مبارک باشد روزی خرسندی را مبارک باد میگیم البته نفیسه خاله با نزدتان سخر خزن مودنم بخشه پرد دادنم حولی روی اشتباه آش متضی دادنم
جانی مهربان آنا جانی مهربان دادم خانم آنا جانی مهربان این سال نگاه بیا رحمت نباشد یک جایه بیرون برانده می رقصیم روزی خورسندی با امروز بزم زیبا با ما سرودهای شوق را تیار کرده آمدیم یک جایه خورسندی میکنیم می رقصیم زادروز مبارک مرحبا
عزیز امروز روزی خورسندی خوشبختی زادروزی نفیسکاله را با چنین درجه اعلا به آخر رساندیم. با ما باشید، خود را احتیاط کنید.
ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه